سلام دوستان عزیز. خوري محمد خدت بیایی با ما رواتانه تو چی پرابلم هست؟ بیاین پاورای دادره کمرو غرم رشت آز برای ششلی گوش مونده بو اگمان دک جای بای گوش پان او کشوله اولیو دوستان در یوتیوب بخطا میبینم رفیق مایور پیش گوسپان بریم این بیچاره گوسپان در کشتیم اینجا اینه کشوله یک شد دوستان عزیز بی ماهی رشت در کمرو یا کب گیرم شروع بشی شروع همه شنه رزونیده او کامرا داریم منظره های درک کمرو ایت هست دلی که من بگیرش اون وای با ماهی گیری ایت هست دلی که من تور شد رستوران چکارش منی؟ کمرو پختای؟ نشتی دیگر اونم باری بولو را نه باغ میگن اونم باری بولو با دشتی کلونه نه باغ یعنی که عینه آدم بوده وقت پوچوه میگفتن چی میگفتن سیو را بینید سیو کمراب به تاج غلطیدگی یه آبی سور باغ میگن ماهی گل ماهی دارن گل ماهی ولی با اترک ماهی ها را چخیل میگیریم انشالله چی میکنم کامera میکنم میگم تو چخیل ماهی هم میگیرن با نکید کش میگن چی میگن تورو میگن نه درام تا روز میره کنت کارون این سه پودا مودا خای مول پلیس و دیگه اس میره بعد کمر میشه کمری نظر ایلاق میگفتن کو حالا کمری کمروش میگن اس
یه جای استراحتی بچه ها اینه کاوگ واسه استراحت. خلاص از اینکه دوستان عزیز تماشا کنید حلوه داریم و جا گوشه در کن. چی کارش می‌کنی بچه؟ تا چوش دستیش شکلات چوش دسته یکی مثل هیدین اینه اوقات پخت؟ اینه که نون کرا بگی بادا سلام علیکم دوستان عزیز. نفرانی که لحظه نواری ما رو تماشا دارن، یکی از جاهای استراحتگاه واقعا طبیعت عزیز زیبا، منظره‌های زیبا، جای استراحتگاه اودیف دونه. وای ویدیو را گوش نباش برا. منم از نیماشو. در قسمت اسماعیل مو اگر باید در کار نموشه بیاروش. بیار با گوشت. نه. میام بچه گوشت بیارم ای. صد بانو در دکابان شده زکات. گوشت بیارم. خدای صحا. Gel. Asal.